چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد. با لبخند هلال اول ذی‌الحجه شور و نشاطی رمضانگونه در بین مؤمنان به وجود می آید. 10 روز اول ذی‌الحجه از جمله روزهای مبارک سال است که خداوند آنها را از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار کرده است. از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دهه اول ذی‌الحجه آمده است: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. در هیچ روزهایی کاری نیکو از 10 روز اول ذی‌الحجه نزد خداوند عزیزتر نیست. گفتند یا رسول الله حتی جهاد در راه خداوند متعال؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی جهاد در راه خدا، مگر آن شخصی که با جان و مال خود به جهاد رفته مال و جانش را فدا نمود و باز نگشت. گروهی از مؤمنان از 4 سوی گیتی کوله‌بار عشق به دوش گرفته رخت سفر به سوی خانه پروردگار برمی‌بندند و سایرین با رشک بردن به شرفی که بدانها ارزانی شده با نیت و امید آنها را بدرقه کرده تمامی روزهای حج را با کوشش بیش از پیش در انواع عبادتها، روزه روز عرفه، قربانی روز عید و تماشای لحظه به لحظه اخبار حاجیان بر صفحه تلویزیون‌ها آنها را همگام می‌شوند. این مکتب عبادی حج در برگیرنده بسیاری از مفاهیم تربوی است که می‌توان به تعدادی از آنها به طور گذرا اشاره نمود. لذت بردن از عبادات. خداوند عالم انسان را از بهشت برین بر صحنه گیتی فرود آورد تا با عمران و آبادانی زمین آن را چون بهشت پربار گردانده در پهنای آن خوشبخت و سعادتمند زندگی کند و این لذت بردن و شادکامی در عبادت و بندگی در مقابل مولایش به اوج میرسد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده ام. شرع مبین برای انسان عبادتهای سالانه، ماهوار، هفتهوار و عبادتهایی که روزانه چندین بار تکرار می شوند وضع نمود تا انسان خود را آلایش داده شستشو دهد. نمازهای 5گانه چون رودخانه ای زلال در مقابل خانه مؤمنند تا با شستن خود در آن از هر نجاست و پلیدی خود را پاک گرداند. فرموده مولایم رسول الله صلی الله علیه و سلم است: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب احدكم يغسل منه كل يوم 5 مرات فماذی یبقین من درنه. نمازهای 5گانه چون رودخانه زلالی هستند که جلوی خانه کسی از شما در جریان است. او روزانه 5 بار در آن خود را می شوید. چه چرکی بر او می ماند؟
و از هر جمعه تا جمعه دیگر سنباده پاکی زنگ‌های هفته است. از سخنان گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر. نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان کفاره هر لغزشی هستند که در میانشان صورت میگیرد، البته اگر از گناهان کبیره دوری شود. و رمضان یک شستشوی ویژه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس رمضان را با ایمان به خداوند و تنها از روی رسیدن به رضایت او روزه گیرد، خداوند هر گناهی از او سر زده باشد را می آمرزد. و حج آلایشگاهی دیگر. فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. عمره تا عمره کفاره گناهانی است که میانشان صورت گرفته و حجی که پذیرفته درگاه حق شود پاداشی به جز بهشت برین ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. هر کس برای رسیدن به رضایت الهی حج به جای آورده، از سخنان زشت و ناروا و کارهای نادرست دوری نمود، چنان پاک و معصوم برمیگردد گویا تازه از مادر به دنیا آمده است. در حج و رمضان مؤمن یاد میگیرد چگونه عادتهای خود را با نیت، اندیشه و تفکر مثبت به عبادت تبدیل گرداند. انسان روزانه بیش از 5000 کلمه با خود فکر می کند و 80% این اندیشه ها و افکار در عموم مردم منفی هستند. خودخواهی، یادآوری غم و اندوه، نقشه کشیدن بر علیه دیگران، دروغ، کینه، حقد، آز و طمع و غیره. در فضای عبادی حج مؤمن برای چند روز متوالی در یک فضایی جدید با دیدن چهرهایی که هر لحظه عوض شده تکرار نمی‌گردند، گردش روزگار را احساس کرده، مدام در راز و نیاز و ذکر است و زبانش توحید را زمزمه کرده: الله اکبر، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. در پی تغییر در خود بوده، ذهنش مشغول اندیشیدن در سازندگی و اصلاح است. در این فضای جدید لذت سعادت و خوشبختی را در دوام عبادت می چشد. از رسول خاتم صلی الله علیه و سلم از عزیزترین اعمال نزد پروردگار پرسیده شد. فرمودند: ادومها و ان قل. عبادتهای مستمر و دائم هرچند کم باشند. لذت بردن از یاد و ذکر خداوند اکسیژن زندگی در فضای حج است. ذکر از احرام و میقات تا طواف و سعی و تا منا و عرفه و تا مزدلفه و رمی جمرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. و هنگامی که مناسک حج خود را انجام دادید و مراسم آن را به پایان بردید و پراکنده شدید، همان گونه که پدران خیش را یاد می کنید و به افتخارات نیاکان مباهات می نمایید، خدا را یاد کنید و بلکه بیشتر از آن، زیرا بزرگی و عظمت در پرتو ارتباط با خداست. کسانی هستند که می گویند: خداوندا
به ما در دنیا نیکی رسان و سعادت و نعمت عطا کن. و لذا چون این کسانی در آخرت بهره‌ای از سعادت و نعمت و رضایت الهی ندارند. در پرتو ذکر و یاد خداوند آرامشی بس عجیب بر قلبها نازل می گردد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آن کسانی که ایمان می آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می کند. هان دلها با یاد خدا آرام می گیرند و از تذکر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای یزدان اطمینان پیدا می کنند. چه سعادتی است حاجی را زبانش با ورد یاد خداوند انس گرفته. نشست و برخاستش همه یادوهایشان افتاده و در همه اوضاع و احوال خود یاد می کنند و درباره آفرینش شگفت انگیز و دلهره انگیز و اسرارآمیز آسمان ها و زمین می اندیشند و نقشه دلربا و ساختار حیرت زدای آن شور و غوغایی در آنها بر می انگیزد و به زبان حال و قال می گویند پروردگارا این دستگاه شگفت کائنات را بیهوده و عبث نیافریده ای. تو منزه و پاکی از دست یازیدن به کار باطل، پس ما را با توفیق بر انجام کارهای شایسته و بایسته از عذاب آتش محفوظ دار. این آرامش و خوشبختی حق مسلم حاجی است. او از برای رسیدن به همین سعادت همه این سختی ها و مشقت ها را با جان و دل خریده، با بال عشق، محبت و شوق به دیدار محبوب پر کشیده تا لذت این نعمت بهشتی را بچشد. انضباط و برنامه ریزی. اسلام دین انضباط و نظام است. نمازهای پنجگانه در وقتهای معین زندگی فرد را برنامه ریزی می کنند. ماه رمضان و ذوالحجه در رأس محوریت تنظیم سال مؤمن قرار دارند. ذوالحجه سر موعد محدد خود فرا می رسد. نهم آن میثاق با عرفات است. پس از آن رمی جمرات، قربانی و طواف که هر یک را وقت محددی است و با تمام آن شلوغی باید مؤمن در کمال انضباط و وقت شناسی همه این برنامه ها را به نحو احسن انجام دهد. هر گونه تأخیر و یا فراموشکاری یا عدم انضباط با پرداخت جریمه قربانی و یا روزه گرفتن به همراه خواهد بود تا مبادا پیام انضباطی حج ضایع گردد. منظم بودن شاخصه ویژه هر زندگی موفق و هر انسان خوشبختی است و خودخواهی و بی‌نظمی علامت بارز افراد لاابالی و بی‌مسئولیت می باشد. در ایام شلوغ حج مؤمن بر نظم و برنامه ریزی و وقت شناسی تربیت می شود. همراه مردمی که چون موریان لول می خورند گرد خانه خدا طواف کردن، بوسه بر حجر اسود، حرکت همسوی میلیون‌ها حاجی به طرف منا و عرفات و سپس مزدلفه و رمی جمرات با ترتیب و نظام که هر گونه خودخواهی و بی‌نظمی می‌تواند فاجعه آفرین شود. حس منیت و خودپسندی و بی‌انضباطی را در مؤمن از بین برده او را بر معیارها و مبانی اخلاق اجتماعی و انضباط و وقت شناسی تربیت می کند. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن